امروز میخوام یه غذای ساده و راحت رو بهتون پیشنهاد بدم که سر 10 دقیقه بخوای آمادش کنی. آخه چقدر میخوای املت و نیم رو درست کنی؟ خسته نشدی؟ این غذا رو کلا من ظرف 10 دقیقه آماده کردم. اول تو کره پیاز و سیر رو تفت دادم. شما میتونید روغن زیتون، روغن کنجد، هر چیزی که خودتون دوست دارید. من خواستم یکم رژیمی بشه. فیلمو که تفت دادم چند تا برگ بو انداختم که بوی بد فیله رو بگیره. بعد همونطور که میبینید بهش سبزیجات اضافه کردم. من از سبزیجات هویج، دلمه و قارچ و سیب زمینی و کدو سبز و گوجه استفاده کردم. بعد اینکه یکم موادم رو تفت دادم بهش زعفرون دم شده اضافه کردم که یکم بو و مزه خوبی بگیره. شما میتونید هر طعم دهنده دیگه ای هم بریزید. بعد اینکه یکم تفت خورد من بهش سس گوجه فرنگی به همراه ادویه دودی و سس باربیکیو اضافه کردم که یکم طعم دودی بگیره. شما میتونید از رب گوجه فرنگی هم استفاده کنید. هر چیزی که خودتون میپسندین و جزء ذائقتون هست. همونطور که میبینید بعد 10 دقیقه این غذا آماده خوردن بود. میتونید هم با نون سروش کنید هم با برنج.